گفتم ای مرشد میخانه عشق، 2-3 پیمانه مرا مهمان کن. احتیاجم همه مستی است، دلم پرخون است. تو بیا بر دل یک عاشق زار، یک نفس احسان کن. پاسخم داد بهای طلبت بسیار است، در ازای 2-3 پیمانه می کهنه ناب، که تو را مست کند تا دل شب چه برایم داری. کیسه زر دادم، پیر زرهای مرا برگرداند. گفت این مستی و شیدایی و عشق به زر اینجا ندهند، در چه هزاران باشد. گر که عاشق شدی و مست شدن شیوه توست، بایدت دل بدهی. سینه ات را بشکاف و دلت را به بهای میخانه بده. سینه را چاک زدم و دل پرتپش و پرخون را در ازای شبی از عشق تو بیخیش شدن بخشیدم.